اتانالایزر هیتاچی 912 با سرعت 360 در ساعت. درود و خدا قوت میگم خدمت تمام دوستان. امروز میخوایم که در مورد آموزش دستگاه 912 از 0 تا 100 خدمتتون باشیم. اینکه دستگاه 912 دارای دو بخش مجزای یونیت که شامل کیس، مانیتور، کیبورد و موس هستش و خود اتانالایزر. اتانالایزر 912 شامل پراب های ریجنت و سینی های ریجنت، همزن، پراب سمپل، سینی واکنش و سینی سمپل هستش. در کل اگر بخوایم ما دستگاه رو توسط این پیشگوشتی به دو قسمت تقسیم کنیم، قسمتی که سمت انتهایی دستگاه هست شامل پراب ریجنت 1، سینی ریجنت 1 و همزن یا همان استیرر شماره 1 میشه که استیرر و پراب هر کدوم شستشوی جداگانه داره که به همون عنوان 1 معرفی میشه. قسمت جلوی دستگاه میشه سینی شماره 2، پراب شماره 2 و همزن یا همون استیرر شماره 2. سینی واکنش یا همون سینی کوبت ها که حالا با دمای 37 درجه کار میکنه و زیرش بندماری هستش، و قسمت رینز یا همون سیستم شستشوی کوبت ها که به صورت اتوماتیک کار تمیز کردن کوبت ها و آماده سازی برای سمپلینگ رو انجام میدن. پراب سمپل، شستشوی سمپل و سینی سمپل و زیر این در قسمت استانداردها و کنترل ها وجود داره. قسمت پایین دستگاه که در رو باز میکنید، سرنگ های دستگاه که سرنگ سمپل، سرنگ ریجنت 1 و سرنگ ریجنت 2، مخزن مولتی کلین برای واش بین تستی و یخچال دستگاه و کلید روشن و خاموش شدن دستگاه.